دکتر یزدان سلام، حالت خوبه؟ آقا موفق باشی همیشه تو کارت، مثل همیشه. دوره‌ای که تو زمان کارگاهی لعل بودیم، یعنی واقعا تو محشر بودی تو این کارگاه. آقا من یکی از دوستان واسش مشکل پیش اومده، ناراحتی داره، شکم درد داره. صدا اینو گوش کن، فیلمشو ببین چیه. اگه بتونی کارش انجام بدی ثواب داره. ممنونه، تو همیشه کار خیر انجام دادی، این بارم به خاطر ما یه کار خیر انجام بده واسه عمو سفرمون. عمو سفر بگو ناراحتی چیه داداش؟ سلام دکتر یزدان، خوبی؟ شب شما بخیر. شکم خیلی درد میکنه. من به شما یه مدفوعی به شما میفرستم، آزمایش بکن به مشکل من چیه. آفرین. آره دیگه، خیلی ممنونم. آره این ببینی ریپم داره میزنه دکتر. این الان یه ذره وضعیت چیزش خرابه، آدم نمیتونه صحبت کنه. اگه میشه اینو زودتر انجام بدی، اورژانسی انجام بدی، ممنون میشم. تشکر کن از دکتر. خیلی ممنون. متشکرم. تشکر بگو. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ.